از خوست آمده زیکاب کار داره 2 ساعت بودی. بچه که ما پیمان بود فارغ نرسنگ سر موتر فایر کردیم اون اشتباهاً یک مرمی پنچرمای نخورد. یا پنچرمن هغه لګېدلی و هغه شهید سو. اوجا تایر ما روا میدادیم که فایر شد. ایمالنام برای ما پیسه را داد. ما گفتم نه برادر ما پیسه را نمیگیرم. هر وقت که مال آورد 2 نفر پیسه را بتیش. یک موتر مارکس 6 میآید و سرمی موتر فایر میکنه و دمی جریان مرمی به قلب این بچه ما ثابت میکنه و همونجا جام شهادت می نوشه و بعدا د کابل ښار د 11مې امنیتي حوزې ځواکونو هغه کسان نیولي دي چې د زیکپ پر سر د خپلمنځي شخړې له امله یو بې ګناه پنچرمین وژلی و. د امنیتي معلوماتو له مخې دغه کسان د زیکپ پیسو پر سر په جنجال اخته شوي وه. د پیښې پر مهال هغوی په داسې سیمه کې ولاړ وه چې یو پنچرمین خپل ورځني کار ترسره کاوه. د شخړې په جریان کې د ډلې یو غړي پر خپل مقابل لوري ډزې وکړې خو مرمۍ په تصادفي ډول پر پنچرمین ولګېده او هغه یې ووژلو. ویل کېږي چې بریدګر له پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي وه خو د امنیتي ځواکونو د چټکو عملیاتو په پایله کې ونیول شول. ایمال از خوست از اندیال ما زنگ زد گفت بیا گلوی خوجا بغرا. رفتم گلوی خوجا بغرا مجیب ایمال کازم در موتر شده بود. ایمال گفت دادن اندیال ما از خوست آمده زیکاب کار داره 2 ساعت قوطی. کازم گفت پیدا میکنم قوطی 90 افغانی پیدا میکرد 10 افغانی برای خودش مفاد مونه خودی 100 روپه. باز اینجا کازم ایمال کتماندی ولایش رفتن طرف 315 اونجا رفتم پیش گفتم بچه خلیفه را پیدا کردم. بچه خلیفه گفت ما پیدا میکنم اون رقم که ما دیگه جریان ازش نبود اونجا باز پسان ما اومدم بس تقاضیشون. کازم پیسه ایمال پیسه رو به کازم میده کازم پیسه رو میگیره فرار میکنه. ایمال زنگ زد مرا گفت اینتیا قصه شده پیسه را کازم گرفتانده. ما آمدم که ایمال پشت شیر آقا در پوسته کشولو شیر آقا را گرفتیم پاس رفتیم 500 فامیلی سورا بچه خلیفه را پیدا کردیم گفت که پیسه را کازم پیش کازم بود کازم از موتر پایین شده رفته. باز ما گفتم پیسه میمونا را برده پیسه میمونا را بیاره که از خوست آمدیم. باز پاس رفتیم پشت خانه کازمشان ما شیر آقا ایمال کته 2 دانه میمان اونجا رفتیم پا خانه آقای کازم از تخت زدیم از خانه برآمد گفتیم کازم یک کار کرده پس ما پایان شدیم آمدیم ما شیرین آقا ایمال موتر شدیم 2 دانه میموناشون اونجا دمام رفتن در سر پل. باز ما آمدیم قنداغار از گلوی خوجا بغرا گرفتیم رفتیم طرف سرک شتل یک دوره زدیم پس آمدیم در پیش تانک تل پروژه این طرفتر دیگه پنچرمینی 24 ساعته موتر استاد بودم اینجا ایمال گفت فایر کنیم موترشون سر موتر فایر کردیم اون اشتباهاً یک مرمی پنچرمین نخورد. بلخوا د وژل شوي پنچرمین پلار د خپل زوی د وژل کېدو قصه داسې کوي. بچه که ما پیمان بود فارغ نرسنگ یک مدت بیکار بود و بالاخره شاگرد یکی از پنچرمین‌ها شد در بدل 200 افغانی شبکاری میکرد و همین شبیت نظر به اقتصاد گفت که میرم شبیت کار میکنم که به فردا روزیت یک چیز میزه بتانم کمک بکنم. ساعت 2 شب بالای 2 شب البته یک موتر تاکسی میاد در کارش میکنن و دمی جریان یک موتر مارکس 6 میآید و سرمی موتر فایر میکنه و دمی جریان مرمی به قلب این بچه ما ثابت میکنه و همونجا جام شهادت می نوشه و بعدا عدالت و در پالوی عدالت از ارگانهای امنیتی از قضات محترمه خواهش دارم که همین مجرمینی که مکررن جرم میکنن اینا را یک جزای اقتصادی بدن که اینا دیگه کمر راست نکنن به خاطر جرم. اینا در حد یعنی زیر بار اقتصاد بروند که دیگه جرم را تکرار نکنن دیگه پدری را به خاک نشونن دیگه مادری را به گلم نشونن. همین تقاضا را از
دولت دارم، از امارت، از قوای قضات دارم. په دې ډله کې یو تن چې له بل کس څخه یې زکپ اخیستې وه او بیا یې پیسې تښتولې وې د پیښې په اړه خپل روایت داسې بیانوي. این پیسه خوشینام اگر زکپ میگرفت این پیسه ما گرفتم داخلش توقیف تا شدم نیم کردم که شاولی نام 500 به گیز دادم و بچه خلیفه دادم سیراب 500 به اسد نام دادم 500 به مبین نام. از این موتر من تا شدم طرف خانه خود رفتم یک 2 ساعت بعد اول آمد که این موتر را زدین که مرمی پیسه را شوالی بردم در داخل موتر شوالی ششتم گفت شوالی گفت یک ساعت تال میخوره که زیکا بگیریم گرده کردیم تال خورد. ما گفتم خواهیم پیسه را بده ما میرم که یا تو کار هم کرده بودن این تو کار بخشان شوی کار خلاف است. گفتم چرا خمیر خرچی خودم نکنم زیکا بگیرم مردم خراب شود. هم تو حرکت کردم تا شدم موتر از یا 4000 به شوالی نام دادم 500 به سهراب نام دادم 500 به مبین نام داد شوالی 500 به اسد نامه دادم. همدارنګه هغه کس چې زکپ یې پلورل او په پیښه کې ښکیل و د پیښې جزئیات داسې څرګندوي. برای ما کاظم زنگ زد گفت یک اندیوال ما مهمان آمده زکپ برش پیدا کن. ما گفتم باشم سعی کنم کسی اگر داشت پیدا میکنم. همراه یکی گپ زدیم میره گفتم قطی 90 روپا پیدا کردیم. ای آمد همراه همو ایمال نام برای ما پیسه را داد. ما گفتم نه بیادر ما پیسه را نمیگیرم هر وقت که مال آورد تو نفر پیسه را بتیشه. باز ما پس آمدم در موتر ما شدم یک چند دقیقه تیر شده بود که کاظم نام پیسه را آورد گفت بریم بگیریم. ما گفتم میموندی خوب که مال آمده بود باز میگرفتیم. گفت گپ نیست اندیوالم است. رفتیم اون نفره که زیکپ می آورد تو گفت پیسه افغانی باشه. پول رفتیم و افغانی کردیم. پس که آمدیم اندیوالای کاظم وارخطا شد که یا پیسه ما را بردن حتما. گفت والا اینا پیسه ما را میخوره ای تو میشه ای تو. ما گفتم بیادر اون نفر نداره مال نداره. کاظم گفت پیسه را مرا بده ما میفهمم و اندیوالایم. پیسه را کاظم دادیم کشید 3000 افغانی مرا داد 500 بچه خلیفه را داد که نرجی بیار 500 به کرایه موتر داد. باز ما از این 3500 مام به کرایه موتر دادم. گفتم بگی که گشتی تا این وقت دیگه 500 هم یک بچه دیگه شته بود بر ازو دادم. خلاص این مقا دیگه هوا تایر پنچری بگن گرفتیم که موتر استاد شد فایر شد طرف موتر ما که دیدم که پنچرمین افتاد. پنچرمین بالا کردیم در موتر دیگه جان خدا دست داده بود. سهراب هستم. همینجا در موتر شته بودیم که کاظم آمد. کاظم پیسه را آورد. پس که عبدالله برش زنگ زد گفت پیسه را چی کردی؟ عبدالله را گفت میایم. بعد از او باز ما آمدیم پیش پنچرمینی اوجا تایر ما روا میدادیم که فایر شد. باز همطور رفتم پنچرمین خورد. باز پنچرمین هم بالا کردیم. د 11مې حوزې مسؤلین وایي هغه کس چې د پنچرمین په وژنه کې لاس درلودی نیول شوي او تر عدلي تعقیب لاندې دي. د اختر په شپه باندې په ملي کې یوه پیښه همدغسې راغلې وله چې په یو موټر باندې ډزې کړې ویلې چې ده به غوښتل چې دا موټر به یې غلا کوه یا به د خلک سره څه شخصي دښمني وه خو په دې کې یو پنچرمن هغه لګېدلی و هغه شهید سو خو هغه الحمدلله په 15مه حوزه کې هغه هم ونیول سو. مسؤلین زیاتوي چې د همدې حوزې امنیتي منصوبینو هغه کسان هم نیولي دي چې په یاده ساحه کې یو کراچیوان په چړو وهلی و.